سلام، به یه ویدیو دیگه من خوش اومدید. امروز میخوام ببرمتون یروان سیتی، یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معروف اینجا. همینطور که گفتم یکی از سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای توی ارمنستانه که اکثر مواد غذایی رو با قیمت‌های مناسب‌تر اینجا میتونید پیدا کنید. الان این بخش خشکباره. قیمت‌ها رو میبینید همه به درامه. البته این رقم‌های پایین‌تر رو که میبینید عموماً 100 گرم رو نوشته. این قسمت هم قسمت میوه ها که الان هم فصل میوه زمستانیه. قیمتاش هم میبینید همه به درام. مثلا این سیبای سبز 495 درامه کیلویی، تقریبا میشه 65,000 تومان. گوجه فرنگی ها کیلوی 895 درام، یعنی تقریبا 115-16000 تومان کیلویی. خیارا هم تقریبا به تومن کیلویی 85-6000 تومان، 600 خورده ای درام. انواع فلفل دلمه‌ای تقریبا کیلویی 130,000 تومان، 995 درام. سبزی تازه هم که هر دسته‌اش 150 درامه، تقریبا 19,000 تومان به تومن بخوام بهتون بگم. حالا بعضی سبزی ها کم گرون تره دستهاش، یا کاهو همینطور گرون تره. این سیب زمینی ها هم تقریبا کیلویی 28,000 تومان، 215 درامه که حدودا میشه 27,000 تومان. پیاز هم تقریبا 25,000 تومان. کلم هم کیلویی تقریبا 20,000 تومان. این قسمت هم که آب میوه طبیعیه. انواع آب میوه ها رو میذارم با قیمت مختلف. این قسمت محصولات پروتئینی، گوشت چرخ کرده بدون تخفیف 420,000 تومان، با تخفیف 356,000 تومان. گوشت بیف گاو یا همون گوساله با استخوان تقریبا کیلویی 600 خورده ای، بدون استخوان راسته 800 خورده ای. قیمت رون و سینه مرغ هم حالا جدا جدا بین 340 تا 370-80,000 تومانه. حالا هم با پوستش هم بی پوستش، هر کدومشون تقریبا توی این قیمتن. این قسمت هم تخم مرغاست. انواع تخم مرغ ها رو میبینید، بسته‌های مختلف داره. 12 تایی داره، 16 تایی، 4 تایی، 6 تایی. به عنوان مثال این بسته 6 تاییش مثلا 400 درامه که میشه تقریبا 50,000 تومان 6 تاییش. البته متفاوته دیگه، حالا برندش و تعدادش متفاوتن، قیمت ها فرق داره. ولی به طور کلی حالا یه برند رو بهتون بگم، یه شونه تخم مرغ هلوش 250,000 تومنه. اینجا هم که انواع کره هاست. این قسمت هم انواع پنیره که قیمت پنیر اینجا خیلی گرونتر از کره است. کره رو خیلی ارزونتر میتونیم پیدا کنیم، اما پنیر گرونه. از کیلویی 570,000 تومان پیدا میکنین تا 1,100,000 پنیرهای خوب پاستوریزه. دوغ هم که خیلی زیاد دارن اینجا، انواع دوغ رو میبینید و قیمتاش هم با توجه به برندش یا اینکه با سبزی و نعنا با اینها باشه از 55,000 تومان هست تا 80-90,000 تومان. ماست هم که انواع و اقسام داره، ولی به عنوان مثال یه ماست 3.5% 900 گرمی هلوش 70 تومن میشه، 70,000 تومن. ولی خب خیلی تنوع دیگه، من تقریبا یه مثالش رو براتون گفتم. همینطور که اینجا میبینید انواع و اقسام داره، هم برنداش فرق داره، هم وزنش فرق داره، هم درصد چربیش فرق داره.
شیرم که میبینید شیرم خیلی متنوع است. این هم باز دوباره درصد چربی ها فرق داره، قیمت رو متفاوت. اما از کم چرب تا پرچربش تقریبا از 60-65 هزار تومن شروع میشه تا 100 هزار تومن. این قسمت هم که دیگه اومدیم برای بخش نون شیرینجات. تنوع نون اینجا خیلی زیاده، انواع نون رو اینجا میبینید. بعضی نوناشون شبیه نون بربری ماست. نون جزئیات دارن، کلا نونشون خیلی تنوع داره با طعمای مختلف. این نونای بسته‌بندی مثل نونای لواش ماشینی ماست که هم جو داره، هم آرد سفید هم آرد سیاه. انواع شیرینیاشون رو میبینید، کیکاشون، قیمتاشون هم خیلی خوب و مناسبه. کلا قیمت نون و شیرینیشون خیلی ارزون و خوبه. این هم که باقلوای خوشمزه ارمنی. خب دوستان عزیزم، به پایان این ویدیو رسیدیم. سعی کردم ارقام ضروری تا جایی که میشه قیمتاشو توی این سوپرمارکت بهتون بگم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعد.